درود زیاد، خوش اومدی به این ویدیو. زیاد وقتتو نمیگیرم سید جان. لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. بریم سراغ ویدیو. بریم سراغ اولیش. خب احمقم اولین ویدیو خربازی در بیاری خیلی لول بالایی میخواد. ریدی به به. خب یه خانم زیبا داریم همین اول کار. آها ای آخه دوستر شکست. دیشب تو خواب حلال ماهو دیدم. چه نشه کساف. اوه ویدیو خطر آک شد. ای دردش حیوان دردش واقعا دردش جدی دردش. الان دیدم. بله عزیزم بگاهی از همین قدم های اول دارم احساس میکنم کاملا. مگه موشی آخه چه کارایی میکنن مله. خب حقت بود، حقش بود، ناموسان حقش بود. ولی یک عدد زیبایی و کلی زشتی. چه باید بگاه رفت عزیز دلم. آخه این لوسترشون بگاه رفت بیچاره لوستره مگه نه؟ نخه. به به سلطان جابجایی های نامنظم و بگاهی. باریکالله خوش آمد ریدی. خب شما قراره چه بلایی سرت بیاد دقیقا؟ هیچی انگار کیک بود. بله تو بف شوخی خرکی نکنید عزیزان. چه مظلوم من بودم با کله میزدم تو صورته. انتقام گرفت. باریکالله خوش آمد. اولین بار بود که خوش آمد فشار نخوردم. به به سلطان مناطق کم بضاعت. سردم شد حقیقتا. ما که میدونستم میفته ولی سرد شد. متوجه. داداش ناموسن چسب نزن. چرا چسبو زدی؟ نه ای بگاه رفتی حقیقت. اون یکی عبودم بکن یه دست شد. بله ببین با اون که قضیه کاری ندارم ولی گله چقدر سنگین بود که سقف در برد. سوال خیلی سوال دارم. آخه بشر. خب این دهاشون پشت چراغ قرمز گیر کرده بنده خدا. ببینیم چه میشود. بله چراغ زرد و به آبی میزنه سبزشون لامصب. ای آدم بی تربیت، آدم کارکسته. خیلی بی تربیتن ملت تو اونور. رفت و اینا پشت چراغ قرمز موندن. ببین یه لحظه وایس من یه صحبتی دارم. قبول کن یکم بیاد. ای درد داشت ولی نباز شما. بله گردم اومد پدر سگ. ای بعد میگن چرا دخترها بیشتر از پسرها عمر میکنن. دردم اومد. اون قسمت رو فقط پسرها ببینن. ببین داداش یه چیزی ذهنمو مشغول کرده. ببین اونم اینه که دقیقاً داریم چه گویی میخوریم تو زندگیمون. اگه میدونی یا علاقه داری بدونی تو کامنت بذار. کامنت همو پیدا کنیم ببینیم کیاییم. مرسی خداحافظ. خب اینم از این ویدیو. اگه از این ویدیو خوشت اومد لایک و کامنت و ساب فراموش نشه. اگرم خوشت نیومد دوباره ببین که خوشت بیاد. مرسی. دوستت دارم و بهت سس میمالم.